اکا فرهاد قربانت شوم یگان احمقی نکن همش گناهی من است کاش که به تو نقل میکردم تولا میکنم که یگان کار نکن ما دادرتون برای چی ایاز؟ برای چی؟ گفته نتوانستم اکا وقتی که شما تو گنیال هستی گفته پرسیده آن وقت فهمیدم اما به شما گفته نتوانستم ایاز دادرکم چرا اکا چرا این خیل شده آخر ما با کسی بدی نکرده ما رو به یکدیگر زید کردن ما مغلوب شدیم آنها غالب شدند با ما با خیانت ضربه زدند ما رو به دامشون گرفتار کردند و با هم دیگر دشمن کردند با غضب خود مغلوب شدم دادرم با کرده های خود تو رو به خود دشمن کردم ندانستم دادرم من رو ببخش دادرم ببخش نه این سفسطه است او دادری من نیست آدم هلدون است او همراه قاتلان پدرم است نکن اگر او دادرت باشد چی؟ کلیجی در اینجا چی کار دارد؟ چه حال داری؟ ایاز گونیال؟ چی شد؟ مرا دیده خرسند نشدی ها؟ این چی نمود؟ چی طرز نگاه؟ به نگاه هم چی شده است؟ من هم همین رو فکر دارم یک قهرمانی که گویا روح را فکر میکرده باشد و فکرم از کارهای شده گذشته خبر نداری معلوم است که روزنامه هم نمیخوانی همینطور نه؟ حسیات شکرانت همین است؟ ما جانمان را دریغ نداشته با تروریست ها مبارزه میبریم آیا بیان مینتداریت چنین است؟
فرهاد تو در اینجا چی کار میکنی؟ آمدم تا کار اجرا نکردم رو با آخر رسانم. گل کمی فکر کن. تو با احساسات داده شده رفتار میکنی، کمی با عقلانه رفتار کن. هنگامی زد و خورد افسری در دستم جان داد. کاری ایاز گفتنی جوان است. اونا پرونده است. من از نوار دیدم. اگر تو هم تماشا کنی میفهمی. اگر این طور باشد هم همه چیز عیان است. کی تروریست رو گریزانده به کلیج آورده تسلیم کرد؟ انا همین است. ایاز. من باشم اینش رو میدانم. قسم خوردم گل. قسم خوردم که خون شهیدان بیهوده ریخته نمی شود. گوش کن جناب خلیج، من شهروندی عادیم، در اطاعت امری تو نیستم. من رتبه حربی ندارم ولی خرسندی تو به من دخل ندارد، فهمیدی؟ با معاش و امکانهایی که دولت برایت مهیا کرده است کار کردم گفته حق نداری که به من چیزی را منت بکنی. سخنهایت سخت تاثیر بخش. واه 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 واه. کودکی ما کلان کرده باز چی ها میدانسته است. گوش کن، زبانت را بریده در دیگ میزیربانند و باز میخورانند. هرگز فراموش نکن. فرهاد کدومی از اینها رو میکشی؟ اگر کلیج و ایاز رو پرانی همه چیز با آخر میرسد یا اینکه اصلاح میشود؟ یا این کار همین خیل دوام دهد. برای چی پدرم مرد گل؟ اکاد بلال چرا شهید شد؟ آن افسری که در دستم جان داد چی گناه داشت؟ اگر من نمی بودم آهو. اکنون رو. با شرافتی تو امیخیل؟ بله. اگر تو نمی بودی زیسته نمی توانستم. بله. فراموش نمی کنم این مردم شاهدان را می شناسند. کسی هرگز فراموش نمی شود. به ناموس میگریزد. فرهاد التماس ایستو. فرهاد ایستو. شاهدی شهیدش بوده است. بغیر از گپ زدن کاری دیگر از دستشان نمی آید. این نسل همین خیل است. اما یاد میگیرند. کی بودنی کلیج دهن را یاد میدی. همه باید دانند. فرهاد یک لحظه گوش کن. شخصی که برای مرگ پدرم میانه روی کرده است آنجا میرود. افسری که برای دستگیر کردن تروریست جان خود را دریغ نداشت اما او به کلیج تسلیم کرد. برای خاطر داشتن نام ایاز او را نکشم؟ نه، با ایاز بودنش نگاه میکنم. اگر دادرم باشد هم نمیبخشم گل. کسی این کار را کرده باشد نابود میکنم. تمام فرهاد. سلام جانان. هلدون در خانه است؟ پدرم در خانه نیست. یک لحظه. این طور زود به کجا می روی؟ پرنده ها خبر آوردند که با سوش خوراک خورده ای. آفرین. از این کار خرسند شدم. برای نیکی همه قرار درست برآورده ای. بسیار خوب. امیدوارم که همین خیل دوام میدی جانان، وگرنه همه در عذاب میمانند. بعد غمگین میشوی. جوان هستی و به احساسات داده شدنت مقرری است، اما برابری با سوش آیله دار شدن یعنی کلینی کلیج دهن بودن افتخار میکنی که کلینی حقیقی قهرمانی ملی هستی.
این هیچ است و از همه مهمش با نسبی دهن شرفمند شدن است. اگر جانم دوست داشته باشد او را میکشم گفته قسم خورد. به من باور کن که او گفته‌اش را حتما عملی میکنم. روزی خوش. روزی خوش؟ هلدون جان، هلدون جان، تو نابکار تا این وقت یک بوس هم نکشتی. نه ایست. تو حالا ایاز رو دزد و پول شرکت رو استفاده کرد میگویی؟ تو میفهمی چی ها میگویی نابکار؟ با شما دروغ میگویم؟ من چیزی نمیگویم، این حجت ها میگویم. وای، این حجت رو کی به تو داد؟ آن شخص رو داشته به نزد من بیار. آهن میدزدد یا سمن میدزدد؟ این را ایاز میدزدد؟ گوش کن، همه چیز معیار دارد. ایاز را شاید هر چیز گویند اما نباید دوست گویند. آخر من او را از کودکیش میشناسم. کسی دوست تولد نمیشود ولی بعداً دوست میشود. با من وظیفه دادید و من اجرا کردم. اگر نخواهید دست میکشم. پسرم گوش کن، من تا این وقت باری هم دروغ گفتنش رو نشنیدم. این شرکت چند مراتب به مفلس شوی محکوم شده بود، اما این جوان با عقل و سواد و کوشش های زیاده شرکت ما را نجات داد. این دو تا این وقت با پول مشغول نشده است. همه هنگامی نداشتن پول با آداب می شود، اما سیر پول شده نفسشان کلان می شود. کمی چشمتان را کشوید و این حجت را کشاده خوانید. بینید که ایاز تا چه اندازه خوب بوده است. اوف مادر، از برای خدا بگوید به کجا می رویم؟ پسرم رفتیم که تو این چیزها رو نمیفهمی. بله، تاریخ خودش کیست؟ نه پدرم نه شما به من اهمیت نمیدید. من در این خانه یگان تجهیزات هستم. پسرم اینجا موضوع اوید توست. من چی کاری که نکنم برای نیکی تو میکنم. اوی تو حال نفهمیده؟ دیر کردیم. راه گرد. بله اوف. پسرم باز اینها قلبکی نباشن. این همه حجت های اصلی هم در زیر هر متن امضای ایاز است. با فکر من همینجا ایست که من میفرایم. در اینجا؟ بله در همینجا میفرایم. شد ایست. مادر؟ چی؟ شما با باغ اومدید؟ برای اینجا اومدن کمی کلانسال نیستید؟ طریق بعضی وقتا بسیار سخنهای خنده آور میگویی. خیر من دیر کردم میفرایم. مادر باز در کشتی صورتتان رو گرفته و روزنامه رو پخش کردم مسخره نکنن. سفسطه نگوی. دیر کردم. مادر با من کمی پول میدید؟ چی؟ چل پول؟ باری آخر پولی دادم رو قمار بازی کردی از دست دادی. با تو پول نیست. قمار بازی رو بس کردم. من مبلغ گذاری میکنم. مبلغ گذاری میکنی؟ بشوخی؟ من مبلغ گذاری رو نمیفهمم. از پدر طلب کن. خدایا توبه. این چگونه ماشین است؟ سوار شدنش هم دشوار، فرامدنش هم دشوار است. خیر پسر تا باز دید. بله تاریخ خودش کیست؟ گویا که پدرم از شما فرق دارم. ای حضور میپرسم، به فکرم ناراحت کردم. بیا اینجا شین. با تو باید صحبت کنیم. در این سن و سال جاسوسی کردن دشوار بوده است. این آدم رو بینم هم چل میشناسم. در اطراف کسی نیست.
این چیست؟ کودکا بینن میترسنده. توبه کردمش. خانم پک سلام. سلام. این دروغ است. تهمتی بیناموسانه. فکر کرده گبزن. حجت‌ها در آنجاست. تو مسئول ساختمان هستی. بسیار مصالح را دزدیدند. کسی حق ندارد که مرا دزد گوید. فهمیدی؟ حجت‌ها هستند. حجت‌ها. تو اول آنها را ایضاح ده. به فکرم کدام یک بیناموس میداند که چه خیل حجت‌های ساخته را تیار بکند. تو کی را فریب میکنی؟ فکر کرده گبزن. اگر حجت‌ها ساخته باشند برای چی؟ من 1.5 سال میشود که در این شرکت کار میکنم. چرا این حجت‌ها خلبکی هستند؟ به این باید تو جواب دهی. جناب هلدون، من وظیفه‌ام را اجرا کردم. اگر آن نشاط فرو رود همه به جوابگری کشیده میشوید. پیش از همه شما جناب هلدون. آن بنا با محصولاتی با صفت‌ترین ساخته شد. تهمت را بس کن. بس کنید. سواش تو رب تو باششین. آوردید. آیا شما گفته جناب سواش را آوردید؟ روزی خوش. پسرم، از سحر این جانب این حجت‌ها را از نظر گذرانده دیوانه میشوم. اینها به ساخته مانندی ندارد. به سواش باور کردید؟ نه، در اول باور نکردم. ایاد چنین کار را نمی کند گفتم، اما با برابری این را دیدن به حیرت افتادم. تو چطور ازا میدی؟ دوام اینقدر سال من در نزد شما به وی رسیدم. یگان روز دیدید که من خسی را دزدیده باشم؟ نه. سخنی دروغم را شنیدید؟ من شما را پدر دانستم. همینطور دوست داشتم. از آن انشاءات نه یک گرم سیمنت و نه آهن دزدیده شده است. بر زمین با محصولاتی با صفت ساختیم که اگر فروشیم هم فایده خوب به دست آورده توانیم و هرگز ضرر نبینیم. پسرم، گپ‌های درست است. درست. شاید از پسی تو کسی نیرنگی کرده باشد. شاید رهبری ساختمان یا استاها. همه آنها را من به کار گرفتم. به خودم هم به آنها هم کفالت میدیم. هیچ کدام آنها این کار را نمیکنند. پسرم، آدم را به کار میگیری یا خربوزه را؟ خربوزه میبود از بویش میفهمیدی. اینجا گپ سری پول میرود. پول انسان را ویران میکند. به مانند آنه که با خبری بر دروغ خون شهیدان را ریختن است. مجبور نسازید که چیزهای نخواسته ام را بگویم. من دزد نیستم. کسی حق ندارد که مرا دزد گوید. نمیگذارم. شما را هم. خدایا شکری به اندازه میکنم که حل کردم. باقی مانده اش را ایازی بدبخت فکر کند. تاکسی. جانم، باید صحبت کنیم. کار دارم. مرا ببخش ایاز، ببخش. مجبورم که همینقدر رفتار کنم. آنقدر دشوار است که به تو نگاه میکنم ولی نمیبینم. التماس مرا ببخش. اینجا گپ سری پول میرود. پول انسان را ویران میکند.
фарҳод исто илтимос бори дигар фикр кун ҷои фикр карданро надорад гул барои нест кардани килич бояд аввал аз ҳалдун сар кунам барои нест кардани ҳалдун бошад бояд аз ин ҷавон халос хӯрем ҳалдунро аяз ба по нигоҳ доштааст ва ҳалдун бошад киличро маблағгузорӣ мекунад бояд ин низомро вайрон кунам гул бояд вайрон кунам ту дар мошинист фарҳод лабай гул ҳеҷ чиз не کلیش دهان من هم یک عملیات گذرانیدم شما هم پسرتون را در روزهای نزدیک در سرلوحه روزنامه ها میبینید وکیل راهبر در مجلس اداروی سواش دهان گفته در تمام روزنامه ها نشر میشه سواش اکا تو به این جاها هم میایی باید صحبت کنیم اوید این ایازی ساگیوری طلب کرده بودی خیر وقتش آمد نیست میکنیم بیا نقشه کشیم وای اکای یگیتم برگشت بسیار خوب محو شدم قادر اگر کلیج را من نکنیم گردنی هممان را میبرد و مانند این دیوانه نیست بر زمین چنان نفوذ پیدا کرده است که کسی رسد به تمام میسوزد مایلش اوغر قماندان اما این شخص چقدر اینقدر پرقوت شده چه دور این قهرمانی را به دست آورد نمیدانم از بیرون با دیگرانم کاری میکند که دیگر احسا ندارد باوری کامل دارم که تروریستی آورده را خودی کلیج بدام گرفتار کرده است آدمانی که در جای حادثه هلاک شدند از گروه افراطگرای پیشینند توسط آنها دام ساخته بدهنگامی به دست آوردن تروریست آنها را کشته تروریست گریزه را من دستگیر نمودم گفته است اینجا دیگر ایزای نیست این طور باشه شما چیکار میکنید به دادگاه خبر دهید پس از بر روزنامه ها ثبت شدن میکنید قهرمان ملی را که برای وطن جان خود را دریغ نداشت و دادگاه سپاریدن گفته ما را مسخره کنند اما میدان را خالی میگذاریم یگان کار نمیکنیم قماندان اوغور تنها با راه خودش او را زیر دست کرده میتوانیم یک نقشه دارم اگر موفق شوم کلیچ نیست میشود و اگر موفق نشوم ما نیست میشویم برای همین تیاریت را بین در همه گونه شرایط با تدبیر باش غیر منقولهایی که یک جای به دست آوردیم فروخته به پول تبدیل بیده برای چی؟ برای گریختن احمق اگر کلیج را نیست کرده نتوانیم یا با تیاره میگریزیم یا اینکه ما را به تابوت مانده گور میکنند اکنون فهمیدی؟ مادر جان منو پرتافته نروید ازگی التماس گریه نکن معلمه التماس مادرم رو برگردونید التماس مادر جان التماس نمیرید شما هم نمیرید مادر نمیتوانم مادرت رو برگردونده نمیتوانم هیچ کس نمیتواند او انشالله به جنت رفت بگذار ولی مادرم نرود مرا ترک نکند ازگی التماس خود رو به دست گیر مادرم رو میخواهم اوه جناب ایاز خوش آمدی خوش باشه دوستو خالد خیر کارها در چه احوال است یگو مشکلی است نیست شکر همش خوب است جناب دوستو خالد موادها رو کم نکردیم ها نه قسم میخورم که
чунон ашёҳои сохтмониро истифода кардем ки дигарон бо он 3 бино месозанд. 3 бино. хуб бисёр хуб. пас мустаҳкам мешавад. пирамидҳои миср чапагардон мешавад, аммо ин бино ҳеҷ гоҳ чапа намешавад. иншоалло усто халид, иншоалло. бисёр хуб. ҷаноб тинҷӣ аст? ягон гап шуд? ягон гап шуд мегӯям. не, ман аслан инҷо барои чойнӯшӣ омадам. чой бошад, фаҳмо. раҷаб, ба болои оташ чой гузор. дар берун чангу хок аст. биё беҳтараш ба дарун дароем. хуб, рафтем. биё дароем. чаро маро тарк кардӣ модар? агар ту намеомадӣ аҳволи ин духтари бечора чӣ мешуд? акнун ба ӯ кӣ нигоҳ мекарда бошад? ӯ ягон хешу табор надорад? не, дар соли 1992 дар эрзинҷан ҳангоми заминларза хешу табораш вафот карданд. ин кӯдак бошад, кур шуд. мо дар маҳалла 4 ё 5 рӯз нигоҳубин карда метавонем, аммо маҳалла ҳама камбағаланд. муаллима, агар шумо ин духтаракро ба ятимхона номнавис кунед, бисёр кори хуб мешавад. ақалан давлат нигоҳубин кунад. не, ӯро ба ятимхона асло намедиҳам. ӯро саргардон мекунӣ? мо кӯдакони худро нигоҳубин карда наметавонем. ӯро чӣ тавр нигоҳубин кунем? ман нигоҳ мекунам. ӯро ба ятимхона намедиҳам. ман ӯро ба воя мерасонам. ҳеҷ беҳуда гап назанед усто халид. ман аз шумо қарздорам. давоми ин қадар сол ба ман ин корро ёд додед. албатта чойро низ ман мерезам. ин қадар таъриф накун ҷаноб. аслан ту худ ба худ омӯхтӣ. не, бепири бо тадбир ва устои закӣ касе чизеро омӯхта наметавонад. хайр, ҳанӯз ба синни нафақа нарасидаед? то нафақа чанд сол аст? ман танҳо дар қабр нафақахӯр мешавам. писари калониям маъюб аст ва боз писари хур дорам ки то ҳол мехонад. бо нафақа чӣ хел зиндагониям онро гузаронем ҷаноб. барои писари калониям дору лозим аст ва писари хурдиам бошад харҷи таҳсил дорад. оё бо пули нафақа ин харҷҳо пардохт карда мешавад? писари хурдиам калон шуда таҳсилро ба охир расонад ва соҳиби кор шавад? шояд он вақт ба ман ёрӣ диҳад. хулас ин ҳамаро бо нафақа таъмин карда намешавад. мо то марг дар сохтмонҳо кор мекунем ва то он вақт дигар чорае надорем. ҳақ ҳастед усто халид, ҳақ ҳастед. сохтмони ин бино ба охир расад, ба шумо аз фурӯш ҳиссаи ҷудо мекунам. дар ҳақиқат ҷаноб, бисёр хуб мешавад. мо ҳама то марг дар ҳаққат дуо мекунем. худо аз ту розӣ бошад. аз шумо ҳам усто халид, аз шумо ҳам розӣ бошад. агар он бино чапагардон шавад, аяз тамом мешавад. ӯро ҳабс мекунанд ва мо халос мешавем. ин нақша ба ман писанд наомад, Саваш. чаро писанд наомад? агар чун гуфтаи ту нашавад, чӣ мешавад? агар ҳангоми яксон шудани бино коргарон он ҷо бошанд, чӣ мешаванд? гӯш кун, барои хотири ҳабс кардани Аяз қатли ом накунем. ман андешаи ҳама инро кардам. чанд ҳафта мешавад ки нақша мекашам. ҳамаашро таҳти назорат гирифтам. агар сутунҳоро тарк конем, бино дар давоми 1 соат ба хок яксон мешавад ва ин корро шабона амалӣ мекунем ки он вақт дар сохтмон касе нест. намедонам, Саваш, намедонам. хавотир нашав, ман ҳал мекунам. аммо ту танҳо посбонро аз он ҷо дур соз. дигар ҳама чиз чун нақша амалӣ мешавад. нисфи рӯзӣ нашуда Аязро ҳабс мекунанд ва мо аз ӯ халос мешавем. чӣ фикр дорӣ? майлаш, агар ба касе зарар нарасад, ин корро амалӣ мекунам. башир ба ту ёрӣ медиҳад. хона ва заминҳое ки ба номи ту кардаем, ҳамаашро мефурӯшед. пул бояд нақд шавад ва ҳаргиз тариқи бонк қабул накунед. вале чаро? оё вазъият аз ҳад бисёр бад аст? мутаассифона ҷонам, агар уғурчугилек
مسئله قلیچ رو حل کردن نتواند، او با تیر و تفنگش به ما حمله میکند و آن وقت بغیر از ترک کردن کشور دیگر چاره نمیماند. زهرا، گوش کن جانم، مجبوریم که این را عملی کنیم. شاید این کار بخیر باشد. برای خود حیات نو را میسازیم. چه فکر داری زهرا؟ مایلش، اما چی می شود؟ خانم نسترین. بشیر او را حل میکند. اگر خرج غریب خانه را پرداخت کنیم معما نمی شود. از فکر کردن نسترن دیوانه خودداری کن. اگر رحم کنی به سرت بار می شود. دلسوزی نکن که به دلسوز محتاج می شوی. نسترن برای ما در خارجه باری وزنین می شود. آیا نمیفهمی یگانه هم؟ مایلش این طور میکنیم. بشیر، تو همه چیز را آماده ساز. خانم زهرا با اداره نترلی هم نمی رود. فهمیدی؟ فهمو، حل میکنیم. بسیار خوب، همه چیز خوب می شود. با من باور کن زهرا. الو سواش، پسرم، من ایپک. چه حال داری؟ چه خیلی که گفتی همون خیل کردم. کارو با دقت اجرا کردم. لیفافه رو گرفته پول رو دادم. اما بسیار به هیجان آمدم. کاری جاسوسی اینقدر دشوار بوده است. بسیار خوب. من بعد همه چیز عوض می شود. پس از پگاه یگان چیز به مانند پیشینه نمی شود. آمده پسرتون رو ببینید کلیش دهن. ببینید و تبریک کنید. قلعه هم از درون و هم از بیرون چی طور به خاک یکسان می شود. ببینید این کارها با آخر رسد. با پسرتون فخر میکنید پدر، فخر. با عملیات شروع میکنیم. با دو گروه جدا میشویم و از راست و چپ احاطه کرده به خانه کلیچ حمله میکنیم. تو و تو در این طرف میستید. تو با این دو نفر دیگر در این طرف میستید. شما با من در مرکز در ارتباط میشوید. نمیخواهم که خطا کنید. کسی که خطا کند نمیبخشم. فهمیدید؟ فهمیدیم کماندور. هر کس به جای خود رود. اکنون تمام شدی کلیچ که بودن چوکلک را میفهمی. این شب یا کلیچ میماند یا اینکه من. اشاره‌ام رو انتظار شوید. فهمیدیم. گل تو اینجاییست. مایلش. آرام آرام آرام.
اینجا تازه است، بیایید. خوب شده است. ای دختر دیوانه، تو اونجایی است. دیوانه اصلی کیست معلوم است. گروهی یکم به جای خود روید. گروهی دویم به جای وظیفه روید. دو نفر در اینجا، دو نفر دیگر در نزد ستون دیگر. زود قبرها را آماده سازید. این ستونها را پاره پاره میکنید. خدایا یگان کار نشود، التجا میکنم. آغاز کنید. Daram dam darararara daram dam darararam pam pam daram pam param daram pam param pam dararara da. چی گپ هستن؟ چی گپ؟ زود ای بچه، زود. باروید، زودتر باروید. زودتر باشید و ستونی در قفا بوده رو نیز میبرید، فهمو؟ نمی شود، نمی توانیم. جناب ساواش گفته بودند که اگر آن ستونی آخران را نیز ببریم بینو فرو می رود. بگذار فرو رود. نمی شود، نمی توانیم. این رو بمانده. بچه ها رفتیم، این آدم دیوانه شده. اوف، این در درون چی کار میکند؟ چوکلک، این تویی؟ برای خیر خوش آمدم کلیچ. این شب شب آخران است. تو را خیلی خیال پرست میبینم. پس این شب آخری نمان است. از این برمی آید که تا اینجا بوده است. زندگیت تا اینجا بوده است جناب کلیچ. قهرمان، قهرمان دوران. Param pam pam. Param pam tarararam pam pam. Taram pam tam taram pam pam. Taram tam tararara.
Çekelek! Gaz را زیر کن. گاز را زیر کن. گاز را زیر کن. سلام چوکلک خام. ای халдун ҷон, тариқ ба ман ҳамаашро нақл кард, аммо ба худо ҳеҷ боварам намеояд. номумкин аст, яъне он аяз инро чӣ тавр ба мо раво дид? ту ӯро гирифта калон кардӣ, одам кардӣ, ӯ бошад дуздӣ кард. ба худо ки дар хобам ҳам бинам бовар намекунам. каме даматро гир, беақлона гап мезанӣ, сафсата мегӯӣ. халдун ҷон, аҳмақона гуфта маро меранҷонӣ. магар дар рӯзномаҳо намехонӣ ки дар ин кишвар одамони беақле ҳастанд ки ба хотири як дастпона шуда модарашонро мекушанд. вай ҳам фарзанди инсон аст, шири хом хӯрдааст. боз ту писари кив аст, куҷо буданашро нафаҳмида ба хона овардӣ. хаб кун аз саҳар монанди касетаи хойда шуда лақлақу лақлақ мекунӣ, сарам барам кард. тавба ин ҷавон то ин вақт ба ман борям дурӯғ нагуфтааст ва ба тариқ бовар намекунам, аммо ба ӯ бовар мекунам. бисёр пад накун, занаки беақл. ҳоло ту мебинӣ, ба тариқ бовар намекунам, аммо ба ӯ бовар мекунам. ба ҳамон бадбахт. бояд суҳбат кунем ҷонон, муҳим аст. ман ҷонон, меравем. ҳамроҳ бо саваш хӯрок мехӯрем, баъд суҳбат мекунем. ناعهده‌براها، احمقها. چوکلک خام چی خیلی به شما باور کرد؟ بسیار هم عیب شد. راگرد خوش آمدی چوکلک. نمایشت خوب بود، تبریک میکنم. چطور با خبر شدی؟ کی با تو گفت؟ ازت سر می شود جناب کلیچ. اوغور به نیرنگمان باور کرد و امشب حمله می کند. با تدبیر باش و شکارچی را شکار کن. نمایشاتی کلام شود. اما این چه می شود؟ سوال نده کلیچ، سوال نده که پاسخش گران خواهد بود.
و فراموش نکن که ما در همه جا چشم و سخنی خود را داریم و فکرهای کرده هم اهمیتی که خانی مردان درک میکند. تو مرا کی میدونی چوکلک؟ ما در همه جا چشم داریم. کلیج دهن فکرت را میفهمد. با دقت باش. با پدرت سلام بگو چوکلک. این چیست؟ نواری علمی است. نواری علمی که در آینه نیلگون پخش کرده می شود. چخیل این چیست نابکار؟ استحصال دهن تقدیم می کند. یک پالکونی چخیل کشته شد. اعتراف میکنی نباشد بامبا در اینجاست. چیزهایی که نقل میکنم حقیقت است. من با چشمان خودم دیدم و دروغ نمیگویم. پالکونیک حقی پلاواغلو را من کشتم. هنگامی زد و خورد نمرده است. این دروغ است. اوغور چکلک از نام ایلهام قلین خواهش کرد که بکشم. من با یک تیر از پیشانه‌اش پروندم و همه این را به نوار گرفتم. همش درست است، دروغ نیست. همش راست است، دروغ نیست. خیر چی شد چوکلک؟ سرت را بردار سرت را. تو از من چی میخواهی؟ مرا بکش مرا. مرگ تو را به آسانی نجات میدهد چوکلک. زود کشته شوی ها؟ تو میتوانی هر روز بمیری. همین خیلی زفر باید لذت داشته باشد. همین خیلی میمیری که یک عمر مرگ را فراموش نمی کنیم. مرا فهمیدی؟ هنگامی خوردن نوشیدن یک حجیرت میمیرد دیگرش زنده می شود. یکی میمیرد دیگرش زنده می شود. وقتی که این خیل می شود تو از من تولام می کنی. مرا بکش جناب کلیچ، مرا بکش جناب کلیچ. تو حیوان هستی. نه من حیوان نیستم بلکه قهرمانم. زفر من کیستم؟ قهرمان هستی. دیدی من کیستم؟ میدانی که من چگونه قهرمانم؟ قهرمانی که با تروریست ها مبارزه میبرد و خائنان وطن را دستگیر مینماید. اما حیوان تو هستی. حیوان کی بوده از زفر؟ چوکلک. حیوان توی دیدی؟ میدانی که چگونه حیوان هستی؟ حیوانی بیناموس شرمنده، حیوانی که در مزار پالکونیک را کشته است. حیوانی بیناموس شرمنده هستی. شرمنده بیناموس. فکر کن پگاه در خبرها موضوع روزمره میشوی. قاتل پالکونیک چوکلک است. بکش مرا. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı. O bizi
موسیقی رو خاموش میکنی؟ البته. تشکری زیاد. اصلا به تو تشکری زیاد. برای آنکه سخنی مرا رد نکرده برای تناول خوراک شام آمدی. من تشکر میگویم که به من امکانی اثبات سوش کهنه نبودنم را دادی. حتی سوش احوالم خوب نیست. بیا به خانه رویم. بیمار هستی؟ نه بیمار نیستم، اما خود را خوب حس نمی کنم. التماس. فهما جانم، می رویم. بگو چی میخواهی؟ مادامی که نمیکشی از من چی میخواهی؟ با مانند کودکا گریه نکن. چی گریه میکنی؟ میخواهم که صحت و سلامت و ثروتمند باشی تا که به من خدمت کنی. فهمیدی؟ با کلیش دهن خدمت میکنی. من با چیزی که گویم همان را اجرا میکنی، مثل گرگ. فهمیدی؟ همین طور زندگی میکنی. سبب امرهای دادم را پرسان نخواهی شد. اطاعتکار باید باشی. من بعد امتیاز امتیاز برایت تمام شد. فهمیدی؟ حالا به تو اجازت میدیم و کارهای کردت را نیز تازه میکنم. بعداً به کجا که خواهم به همان جا میروی. هرگاه که خواستم آمده به خدمت من تیار میشوی. اکنون فهمیدی؟ ها، اگر اینها را اجرا کنی زنده میمانی. برای تو بسیار خوب میشود. شکلک، اگر اجرا نمی کنم گویی این نوا را پخش میکنم. تمام خلق ترکیه با نوبت به سیمایت توف میکنند و تو در توف غرق شده میمیری. چی گفتی؟ بیا زودتر باش چوکلک. و نزدم آمده به زانو بینشی و قسمی صداقت خوب تا که من تو را ببخشم. زود زود. بیا. زود. آفرین چوکلک. با کلیچ دهن خدمت کردن را فراموش نکن. اگر خرج غریب خانه را پرداخت کنیم معما نمی شود. جانم عزیزم، از فکر کردن نسترنی دیوانه خودداری کن. فرهاد خوب هستی؟ نمیدانم گل. برای چی به دستانت نگاه میکنی؟ هر روز افلاس تر می شود. با شخصانی که دست دراز میکنم افلاس میکنند.
من چیکار میکنم؟ من خودم میسوزم و همدیگران را میسوزانم. هم میمیرم و هم برای کشتن مبارزه میبرم. من کیستم گل؟ کیستم؟ چرا؟ فرهاد، این طور شدنش رو نمیخواستم گل. برای خاطری یافتن نزدیکانم پاره پاره شدم، حتی جنگ شدم. این جنگی سبیل مانده مرا به هر طرف پاش داد گل. پدرم را کشت، مادرم را کشت، خواهر خردسالم را نابود کرد. من هر روز میمیرم گل. من باید تاب آورده نمیتوانم. فرهاد، مرا میترسونی. Aşan bilir karnıdan ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey, zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey, zamanı değil, zamanı değil. جانو، با من اویله‌دار میشین؟ الو استاد خالد، من سواش دهن. ها جناب، شناختم گوش میکنم. سحر به جای ساختمان بار می آید. بر وقت رفته قبول کن. کم نباشد. بار؟ اما جناب ایاز با من هیچ چیز نگفت. من با جناب ایاز نیست. آن انشاءات را من نظارت میکنم. چی؟ تو گفته هایم را شنیدی؟ حتی از حاضر رفته انتظار شو. فهمیدی؟ خوب شده جناب، خوب شده است. حاضر میروم. رفته ببین که بینای ساخته جناب ایاز تا چه اندازه مستحکم بوده است. استاد خالد.
توبه توبه این پاسبان کجا شد؟ مادر صبح خیر ازگی جان بیدار شدی؟ معلم مادرم کجاست؟ ازگی امروز این خانه رو خوب گشت و گذار کنیم و هم در نبودن من مشکلی ایجاد نمی شود. چی شد عزیزم؟ یگان گپی خطا گفتم؟ شما همه رو پرتافته می روید. آه خدایا تو من رو خطا فهمیدی. من این خیلی گفتن نمیخواستم. حالا به تو میفهمونم. گوش کن اینجا اکنون خانه ما است. هر دو یک جا زندگی میکنیم. فهمیدی؟ فهمیدم. ولی برای پول به دست آوردن من باید کار کنم وگرنه گرسنه میمونیم. تو هم به مکتب رفته نمیتوانی. مسئله مکتب چی میشود؟ من کوشش دارم که آن رو نجات دهم ولی باید بسیار کار کنم. اگر پول یابم مکتب از آن ما میشود. اوه همش؟ بله همش. تمام مکتب از آن ما میشود ولی من بسیارتر باید کار کنم. کمی پول یافتم ولی باز کمی دیگر لازم است. مقصد از نبودن من گفتنم آن همین بود. مگر من تو رو میپرتایم؟ آخر تو جانی منی. اکنون بیا هر دوی ما صبحانه میکنیم. سواش جان دوستم رفیقم چرا با من بار نمیکنی؟ من در وضعیت ناگوار میباشم. گوش کن از همون فوند با من کمی پول ده. تنها یک امضای تو لازم است. باز برای قمار؟ به خدا که نه. قرضای قمار را پرداخت کردم اما آن رئیس اصلی باشد. چقدری که خواهد قرض می نوشته است. به شیر گفتن شخص رئیس اصلی نبوده است. کی بوده است؟ به چلی گفتن شخص. کی بوده است این پچلی؟ اینها رو به قادر ببر. تمام پول خواسته‌اش در اینجا است. خیر اگر گریختنی باشد باید پرطاقت بودن رو آموزد. اگر شما نروید او دیوانه می شود. اگر نیست شدن تمام هستیش رو بفهمد عقلش از سرش می پرد. شخصی که دوایش رو می فروشد با عقل نخواهد شد بشیر. تنها با سخن تبادل چه شده نمیتوانی. رفته در یگان جو زندگی کند. از من خاطر نشوید. تا دمی که این جان در بدن هست من شما را حمایه میکنم. اما این آدمان به شخصی تکیه کرده تا این وقت به پای ایستادند. با اون شخصان من کار کرده میتوانم نه شما. من از مردن نمیترسم بشیر. چه خیلی که تو برای خاطر فرزندت در بری من باشی. من هم برای فرزندم در بری قادر بودم. اما فراموش نکن که من هر روز مرده زنده شدم. اگر قادر عاقبت ثروت جمع کردهش را میدونست یک لحظه همه رو زنده نمیموند. اما هیچ گپ نیست. من برای با پای ایستادن دخترم با خرسندی به مرگ میروم. از چیزی نمیترسم. کوهایی که آنها تکیه کردند در نزد مادری دل سوخته و خونی جگر شده به مانند تیر آب میشوند. خواطر نشو. من با کی ها مبارزه میبرم اما بر ضد من این پچلی پیدا شد. تمام زمین های اطراف شهرها را این پچلی خریده است.
ها همون است. اینطور باشد من میبرایم تو که شما بی‌ملال صحبت کنید. ایست کمی انتظار شو. سواش این پیچلی را چیکار میکنیم؟ وای به عائله اینجی بابا و دیگران حکمران بوده است. همه‌شان را وای نظارت میکرده است. حالا از نظر میگذارونم. از نظر میگذرانی یا دیگر کار میکنی من نمیدانم. اما همه زمین ها را برگردان. حتی یک وجب هم باقی نماند. خیر چی میشود سواش؟ من چی کار میکنم؟ خودت حل کن. مرا به بلا گرفتار نکن. خواهش میکنم سواش. سلامت باشید. باز بیایید. خدایا ایاز ایاز با آن این شاد وارد نشم. فرهاد بیدار شو. چی شد گل؟ این شاد باید به نزد این شاد رویم. آن بینا چپا می شود. ما آنجا چیکار میکنیم؟ ایاز و ایاز چی شد؟ ایاز به نزد این شاد رفت. تو چی ها میگویی گل؟ یگان کس هست؟ جناب ایاز دو جناب ایاز این را ببین. جناب ایاز دوستان خالد ما محو شدیم. این ستون ها را ببین که همش را بریدند. اکنون چی کار میکنیم؟ این چی گپ؟ ایستا گل تو با اونجا نرو. تو چی کار میکنی؟ باید آنجا رویم. ایاز میمیرد. من نمیگذارم گل. کمتر پس آن بینا به خاک یکسان میشود. سرده آخر ایاز میمیرد. میگویم با تو چیزایی هست که تو نمیدونی. سرده چپا میشود. سرده باید ایاز رو نجادیم. او با تو ایاز بیا جانم بیا. نه قادر اینقدر اموال غیر منقول در یک روز فروخته نمی شود. غمگین نشو جانم. تا این وقت از چوکلک خبر نیست. حتما به کار شروع کرده دستکشی کرده است. مردکی ناهوده برا. یعنی سراسی من نشو. حالا مالهایمان می ایستد. بسیار خوب. ای بخشش من خانم نسترین رو فراموش کردم. من هم. چه خیلی یعنی؟ در اطراف نیست. رفته است. با کجا می رود؟ آخر او بیمار است. معمار است اما رفته است. نیست. دیوانه است اما چیزی که کند خودش می داند. جستجو نمی کنی؟ جستجو؟ برای چی؟ برگردد می آید. اگر نآید خودش می داند. زهرا نسترن را فکر نکن. بیا با آشخانه رفتیم. من سخت گرسنه شدم. زهرا بیا جانم بیا. رفتیم. سر زکلبی جوی یاره کنار زکلبی جوی سر زکلب. خدایا این چی گپ است؟ تو کیستی؟ این زن در اینجا خواب کرده است. تو کیستی؟ از اینجا رو تو کیستی؟ این زن بیدار شد. زنده شد.
اوفه اوف صفحشی نابکار خدایا چه شد؟ پیچلی تو رو انتظار است های کن چه؟ پیچلی؟ بس است گل بس است خاطرت جمع شد تو میدانی کی را کشتی ابله او کیست گل کیست این وای زنده است هی یگون کس هست تمام آرام شو تو رو نجات میدیم من خوبم استا خالد رو کو بید آوازش نمیبراید خدایا در اینجا کسی نبود قسم میخورم که کسی نبود ایگیت زودتر یاری ده چی استادی؟ تو تمام آرام شو تو رو نجات میدیم آرام باش زنگ زن از آن طرف سوار شو ایاز التجا میکنم نمیره دوستو خالد تو باری خدایا خداوندا یاری ده آی با من چی شده خدایا چی نهایت با دقت باشید با او چی شد؟ بینای چپه شد و زیری آن ماند شما همین جا ایسته اوه استا خالد او پسری معیوب دارد فرزندی خورده دارد آرام شو ایاز دیروز صحبت کرده بودی من تا نمیرم نفقه خور نمیشوم گفته بود گویا که حس کرده باشد اوه استا خالد جناب هالدون فلاکت رخ داد چی شد؟ بینا چپه شده است چی؟ جناب هالدون عطر بیا جناب هالدون تو در اونجا چیکار داشتی؟ یا اینکه ایستو ما نظارت کردیم پس از حادثه قتل روز ما وظیفه‌دار شدیم که تو رو حمایت کنیم از جانبی کی؟ امریکی لیجدهن است
ҳамашро фаҳмидӣ. акнун ором бош. ҷаноби духтур, аҳволаш чӣ хел? аз дастамон чизе ояд мекунем. چی شد؟ سواش بینا چی طور چپه شد؟ با شما گفته بودم اما شما مرا گوش نکردید. نابکار نابکار نابکار. این خیل شدنش معلوم بود. کوشش کردم که به شما گویم و کرده های ایاز را فهمونم. اوستا خالد زیر بنا مانده است. او را به بیمارخانه بردند. نابکار نابکار ایاز. خدایا مدد کن. فرزندانش را یتیم نگذار. عمرش را دراز کن. فرهاد التماس میکنم ایستا. یک طرفیست گل، یک طرفیست. فرهاد فرهاد فرهاد. اوف دیوانه خدا ایستا. این نیپاپا کجا شد؟ کجا شد؟ در کجا ماندم؟ من چهل او رو گم کردم. ای پیکی احمق. در اینجا نیست. شاید در زیر گل ها مانده باشم. خدا در اینجا هم نیست. من چیکار میکنم؟ خدایا چیکار میکنم؟ اگر پیدا نکنم محو میشوم. خدایا چیکار میکنم؟ این رو میجوید. این رو تو از کجا یافتی؟ در بالای زینه افتاده است. ای دختری زیبایم. تشکر. خدا یافتگیت رو سرگرداند. یگان خبر هست؟ چی شد؟ به حجره جراحی میبره. تو برای چی با من دروغ گفتی ها؟ اکایی تمام. در آن انشاءات کسی باید نمیبرد. کسی باید نمیمرد. من همه را آگاه کردم اما استاد خالد گوش نکرد. ابله سواش. ابله سواش. این رو در اینجا میگذارم. این خودش چیست؟ اکنون با بلا گرفتار شدی ایاز. من بعد حق پسرم رو خورده نمیتوانی. اما همین آنا
شما عادت کردید که هر وقت دلگیر شوید مرا میدزدید. قرضم را پرداخت میکنم، قسم میخورم که پرداخت میکنم. با من رحم کنید. بسیار گپ نزن. چی؟ میخوای که قرضت رو صفر کنم؟ با خدا؟ در حقیقت؟ در حقیقت قرضت رو با دیگر رو پرداخت میکنی. چه خیلی یعنی؟ پول نمیدیم؟ نمیدیم، اما هر گفتم رو اجرا میکنی. مایلش میکنم، چیزی که گوید میکنم، حتی پایتان رو میبوسم. این رو بردارید. مرا بردارید. مرا با دقت گوش کن طریق. با جانت به سودا کردن تیار هستی؟ بله. چی؟ با جان؟ دیگر علاج نداری. یا قبول کرده از اینجا با پای خودت میبرایی، یا اینکه برای تابوت میاریم. مایلش قبول است، هزارها مراتب قبول است. چیزی که گوید اجرا میکنم. بسیار خوب، اکنون مرا با دقت گوش کن. هالدون با تو چی شد؟ بیا با درون بیا خدایا توبه کردم. خلیل ینگه جنابی عیاز چی شد گبزم با خلیل چی شد؟ نمیدونم اما میفهمم. حالا در جراحی است. آرام شوید مایلش. تو هم آرام شو، فهمیدی؟ مثل پدرت مرد باش. بیا اجازه. اینجا میشید. فرهاد پسرم، من تمام شدم امک صراف، من تمام شدم. فرهاد خودت را به دست گیر پسرم، به دست گیر. فرهاد مرا ببخش، باید به تو میگفتم. مرا ببخش. من به تو گفته بودم هالدون، حتی روزی یکی آن کودک را به خانه آورده بودی گفته بودم، اما مرا گوش نکردی. دیدی که او هم گرفت، هم اوهی من و هم اوهی پسرت گرفت. سالهای دراز آن بدبخت را از طریق هم بالاتر دانستی. دیدی که آن جوان تو را محو کرد. خب کنی لق به خدا بیزارم کردی، به خدا بیزار کردی. این جیگر کم در تعجب نمان که از خودکشی هم بدتر شده ای. آن جوان باز چی کارها کرده است خدا میداند. البته نمیدانیم، آدمانی به تربیه که هستیم برای همین جای استقامتش را از نظر نمیگذارونیم. چی؟ تو چی گفتی؟ نه هم موسی و هم فرعون در درون است، در بیرون چیزی نیست. چیزی که باشد در درون تو است. تو باشی سلامت باش. اگر دشمن را بجویی بیهوده از بیرون نگاه نکن، درون خود را ببین. امام بزرگ علی همین خیل گفته است، برای انسان 1000 دوست کم، اما یک دشمن بسیار است و آن یک دشمن در درونت عرضی هستی دارد. شمشیر تو خود هستی، اما عکسش را دیده فریب نخور. آن چیزهایی که به سرت می آید از تقدیر است پسرم، از تقدیر است. شخصی که از خدا می ترسد، از نگاهش، استادش
معلوم می شود. شخصی که به نفسش صاحب است از نگاهش می فهمی، می شناسی. برای همین اول به خود نگاه کن، نه به دیگران پسرم. به خود شاهد شو، نه به اهل عالم. دادستان گناه های خود بشو، نه ادوکت زاچه ها. فهمیدی پسرم؟ و چیزی به سرت آید بدان که کرده خود است. بیهوده گناهگار را در بیرون جستجو نکن، گناهگار را در خودت بجو. نبض دل کجا را نشان دهد، دایما به همان طرف رفت. آخرش به خیر باشد هم. راه راست را هرگز ترک نکن پسرم. فهمیدی؟ هنگام گفتن کلمه شهادت اشهد میگوییم، همینطور نیست؟ یعنی شاهدی میدیم. ادوکت، دادستان، حاکم نگفتیم که اشهدو. ای پسر، اگر این را میدانستیم تمام پرده ها برداشته میشد. میبینی که همه چیز محبت است. سرشوی و آخری همه چیز محبت است. خدا پایه هستی را از عشق ساخته است. هر دل با محبت به جوش آمده با عشق می آید. طریق تو سحر به خانه نآمد. در کوچه چیکار کرده باشد؟ این باشه در اینجا خواب کرده است. بهترش رفته نهاری تیار کنم. امام بزرگ علی همین خیل گفته است: برای انسان 1000 دوست کم، اما یک دشمن بسیار است و آن یک دشمن در درونت ارزی هستی دارد. شمشیر تو خود هستی، اما عکسش را دیده فریب نخور. oilash است. بله.
оила неъмати бузурги инсон аст. ایاز چرا این طور کردی؟ نهایت از این ایازی بدبخت خلاص خوردم. خلیل 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 مرا ترک نکن، مرا ترک نکن، چشمانت رو کشو. پدر خلیل پدر بین ما آمدهیم. خلیل مرا ترک نکن، چشمانت رو کشو. خلیل پسرم آرام شو، پدرت نمرده است، تنها بیهوش است. از خدا ناامید نشو. خلیل پدر خلیل پدر جون. جنابی هالدون،